اینچنین در حق پادشاهی ظالم دعای بد کردن ممکن است. دعای بد کردن بله ممکن است. حضرت موسی دعای بد کردند، حضرت نوح دعای بد کردند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه وسلم به حضرت ابوبکر گفتند که ابوبکر تو به ابراهیم و به عیسی مانند هستی. یعنی اونا حتی در حالتهای مشکلی هم در حق قومشون دعای نیک کردن، اگرچه کافر بودن قومشون هدایت طلب کردن، مهربانی طلب کردن، اینا رو هدایت کن، دعای نیک کردن. و به عمر گفتن که عمر تو مانند نوح و مانند موسی هستی. اینا دعای بد کردن. موسی فرعون رو دعای بد کردن، حضرت نوح قومشون رو دعای بد کردن. تو گفتن مانند نوح هستی. بنابراین امام بخاری هم گفتن که باب دعاء للمشرکین، باب آیید دعا کردن، دعای نیک کردن در حق مشرک ها. چندین حدیث ها هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق مشرک ها دعای نیک کردن. از جمله در حق مادر ابو هریره پیامبر صلی الله علیه و سلم را حقارت کرد، با وجود همین حضرت ابو هریره گریه کرد، اومد که یا رسول الله مادرم شما را حقارت کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم دست برداشت دعا کرد اللهم اهدی ام ابی هریره 3 مراتب. پروردگار مادر ابو هریره را هدایت کن یا الله. و وقتی که ابو هریره رفت الکی مادرش غسل میکرد و کلمه گرداند، اسلام قبول کرد. و این قبیله دوس، یکی از قبیله های یمن، همین قبیله ابو هریره، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماینده فرستانیدند اونا رد کرد. یعنی خبر فرستاند که اسلام قبول کن، اونا گفتن که رد کرده، ما اسلام قبول نمیکنیم. گفتن وقتی که خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم اومد، پیامبر صلی الله علیه و سلم دستان مبارک را برداشت. وقتی که برداشتن بعضی حاضرین گفت که هلکت دوس، دوس مرد کن، دوس هلاکت برسید. پیامبر صلی دست برداشتن، فکر کرد که دعوتی پیغمبر که قبول نکرد. وقتی که دست برداشتن حاضرها گمان کرد که حاضر دعای بد میکنن، ناگاه پیغمبر مهربان گفتن که اللهم اهدی دوسا و اتی بهم، اللهم اهدی دوسا و اتی بهم، اللهم اهدی دوسا و اتی بهم. یا الله دوس هدایت کن و بیار اونها، اسلام قبول کرده بیاین به نزدیک پیامبر اسلام به مدینه، اسلام قبول کردن. یعنی در اینجا دعای نیک کردن. بعد از آن امام بخاری گفتن که باب دعا علی المشرکین، باب درباره دعا کردن علیه مشرکا، یعنی دعای بد. هر دوشم اجازت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق عموم مشرکا دعای نیک کردن، لیکن در حق بعض مشرکا دعای بد کردن. اللهم لعن فلانا و فلانا و فلانا، 7 کس نامبر میکردن. بعد از رکوع خیستن سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. بعد این دعا میگفتن که اللهم لعن فلانا و فلانا و فلانا، ای الله فلانی را لعنت کن در داخل نماز، ای الله فلانی را لعنت کن، فلانی را لعنت کن. 7 کس نامبر میکردن. راوی میگه که همین 7 کس همشه جسدهای بوی گرفتگیشه بعد جنگ بدر دیدم به چشمم میاد. همشه هر کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای بد کردن همشه دیدم. اللهم سلط علیه کلبا من کلابک، پسر ابو لهب بچه عمکشون دعای بد کردن، گفتن که پروردگار برای سگ از سگ‌ها فرستاد. بعدی دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه بیرون نمیبرد. در مکه سگ نبود، در مکه زندگی میکرد، لیکن از مکه به بیرون نمیبرد، برای آنکه میگفت که دعای محمد قبول میشد. میگفت کافر بود، ببینید میگفت که دعای محمد قبول میشد. اگر که من از مکه برآمدم مرا سگ یا یگان چیزی دیگر میخورد. گفت نمیبرد. تقریبا میگن 10 سال نبرآمد. بعد میخواد تاجر بود، مجبور شد. و وقتی که مجبور شد به سوی شام، به سوی دمشق سفر داشت، وقتی که به یگان جا می رفتند در بین اصحابش خواب میکرد، در مابین خواب میکرد، در اطراف دیگر کارگرانش یا دیگر تاجرها خواب میکرد. یکی اگر از گرگ یا سگ بیادم بگذار اولین آدم خورد. و این در مابین است، یعنی در گرد و اطرافش محافظ ها میماند. با وجود همین وقتی که به سفر برآمد در مابین خواب میکرد، ناگاه یک شب یک شیر آمده، در آمده از مابین خودش را گرفته برآورده خورد.
چونکی پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرده بودن که اللهم، این بر روی پیامبر صلی الله علیه و سلم توف کرده بود. بعضی روایت ها میگه که توف آمد و نرسید به پوستی مبارکشون، همین خیلی توف آمد و یعنی که قاعده فیزیکی خود را ویران کرد تا همینجا آمد و افتید زمین. به بعد دعای بد کردند. این هم داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. دختری پیامبر صلی الله علیه و سلم طلاق داد. پدرش ابو لهب و مادرش ام جمیل برای پیامبر صلی الله علیه و سلم خار میپرداختند و پیامبر صلی الله علیه و سلم پای افضل هوا داد. تبا لك لهذا جمعتنا. پدر و مادرش هم الله تعالی وعده به دوزخ داد. یک سوره کامل در حق آنها نازل شد. بچه‌ش هم پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای بد کردند و به دعای بدی پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفتار شد. بله، اونایی که ظالم هستند، اونایی که ضد اسلام هستند، ضد مسلمان ها هستند و مردم ظلم میکنند، در حق آنها دعای بد کردن اجازت است. لیکن بعضی انسان ها هست که ظلم نمی کند، کافر است لیکن ظلم نمی کند، در دیارش مردم مسلمان زندگی میکنند، نمازهاشون میخوانند، مسجدها هست، دین رسانیده میشه. در حق آنها دعای نیک کردن ممکن است الله آنها را هدایت کند. گفت بله، دعای نیک هم اجازت است در حق مشرک ها، دعای بد هم اجازت است. به وضعیت نگاه میکنید، سزاوار دعای نیک باشد دعای نیک میکنه، سزاوار دعای بد باشد دعای بد میکنه، هر دوش هم اجازت است. بله، وقتی که طایف رفتند جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اهل طایف پیامبر صلی الله علیه و سلم را سنگسال کردند، سنگ میپرتافتند و پاهاشان خرشار شد. حضرت زید ابن حارثه حمایه میکرد، حرکت میکرد که سنگ ها به بدن مبارک نرسد، جسم خود را سپر میکرد. سنگ ها آمده به زید ابن حارثه میرسیدن اکثرش. خلاصه پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که حضرت خدیجه رضی الله عنها و عمکشان ابو طالب وقتی که از دنیا گذشت، دیگر در مکه پشتبان نداشتند. برو آمدن به طایف با مقصد اینکه در طایف بعضی راهبران قبیله هاش خویشاونداشون بود، امید کردند که شاید آنها اسلام را قبول کند و دین مقدس اسلام را از شهر طایف به دنیا پهن کنند. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم نقشه کشیدن که از طایف ایستاده دین را به تمام مردم دنیا رسانم، وظیفه شان بود. از مکه نشد آخر. بعد وقتی طایف رفتن، از طایف هم این کار نشد. اونا دیوانه های و بی عقل های خود جمع کردن تا اینکه به سوی اینها سنگ پرتایند. بعد وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از طایف بر آمدند، در یک جا دم گرفتند، بسیار غمگین شدند، آمدند تا اینکه مردم را از ضلالت و تاریکی و گمراهی و بت پرستی بیرون برارند. اینها را به جنت دعوت میکرده ولی اینها سنگسال کردند. بسیار غمگین شدند و دعای بسیار پرمضمون و دعای بسیار از تحت دل دعا کردند. از جمله دعاهاشون همیشه بود که إِن لَمْ یَکُنْ لَکَ بِهَا عَلَیَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِی. اگر در این مصیبتی که امروز به بالای ما آمد غضبی تو نباشد، پروا ندارم، مهم که تو از من راضی باشی. میترسیدن که برای چی خلق پیامبر صلی الله علیه و سلم را قبول نکرد و سنگ پرتافت به سویشان، پاهاشان خونشار شد. گفتن که اگر غضبی تو نباشد من پروا ندارم، مهم این که تو از من راضی باشی. اما این مصیبت ها برای من هیچ است، لیکن عافیت تو، تینجی و امانی برای ما با فضل وسیع هست، یعنی از جانب تو خوب است. بعد اینجا چند الله تعالی مهربانی خود و غمخواری خود به پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد این سفر نشان داد. از جمله جبریل آمدن، فرشته، گفتن که ای محمد صلی الله علیه و سلم، اگر خواهی این فرشته موکل به کوه، همین دو کوه اخشبین، دو کوه در بالای طایف بود، دو کوه بلند بود، همین دو کوه بر بالای اهل طایف چپه میکنیم. اگر همین دو کوه افتاد، مردم طایف تمام نیست و نابود میشد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که نه، گفتن بلکه من امید میکنم که از صلب اینها اهل طایف یه مردهای برایت که
الله تعالی رو یگانه پرستش میکند و به الله تعالی کسی و چیزی رو شریک نمیبرد. دعای بد نکردن. حتی نه فقط دعای بد، اگر تو فرمان دهی فرشته موکل به کوه ها 2 کوه اخشبین رو به بالایشون چپه میکند، یک دهن فرمان بود فقط. پیامبر صلی الله علیه و آله نگفتند. بلکه من امید میکنم که الله تعالی از صلب اینها شخصیت های رو به دنیا آورد که الله تعالی رو یگانه پرستش میکند و به او شریک نمیبرد. یعنی دعای بد نکردند.